رسول من از بین 130 تا شورت ویدیویی که گذاشتم اینا کامنت هایی بوده که برا من گذاشتن. دزد محتوا، دلقک 2، اسکی نرو، رسول دیواکس 2. بیشترش هم برمیگرده به طرفدارای رسول دیواکس. نجات دهنده دنیا. الان در حال حاضر یوتیوب فارسی شده اینا: اسپید دیت با استایل، بلایند دیت با حضور مادرها، بلایند دیت 1 ساعت جنگ و دعوا، گیریم سرخپوستی برای هالووین، ببرمش خونه یا بفروشمش، ولاگ قرمه سبزی در جنگل، گرونترین قطار ایران که من سوار شدم، ولاگ مشهد، بی ادبی ترین ویدیوهای اینستاگرام، مرد سپاه در بیرجند، سسترین آدمهای قرن، ژل باسن مردانه. این دلیل نمیشه که همه از هم دیگه اسکی میرن، نه، سر یه موضوعی کار میکنن. حالا یکی تبدیل‌های بیشتری کرده، یکی با کیفیت بالاتری میسازه این ویدیوها رو. بالاخره یه محتوایی میسازن سرگرم کننده باشه. از نظر من اسکی نیست. چرا؟ وقتی یه محتوایی با یه محتوای دیگه یعنی یکسان باشن، همه چیزشون تامنیل، موضوع ویدیو، سناریو یکی باشن، آره اون میشه اسکی. یا اگه من این ویدیو رو همینطوری درستش کنم میشه اسکی برام. خود رسول دیواکس هم سبکشو نه، سبک خودش که نیست. چون که این سبک ویدیو رو انتخاب کردم، من جان چان رو میدیدم با کودیکون رو میگفتم کاش یه همچین چیزی ما تو ایران هم داشتیم، نبود کسی، بعد خودم انجام دادم. طرفدارای رسول اینطوری هم که هیچی نگین، حالا گریه میکنه، گریه نکن، گریه کرد. نه اینجوری هم نیست. اصلا رسول بوده مسخره نبوده، رسول بوده دیس نبوده. الان قطع به یقین میتونم بگم من از رسول اسکی نمیرم، حتی یه کلیپ هم شبیه به هم نداریم. اما خب درسته که تو اینستا فالوش دارم، تو یوتیوبم دنبالش میکنم محتواش، اما خب دلیل نمیشه که اسکی برم. رسول فقط یه شخصیته که ویدیوهای سرگرم کننده میسازه، فقط یه آدمه که جلب توجه تونسته بکنه. اگه نه این سبک فقط نمیتونه مختص یه نفر باشه. من ورژن بهتر رسولم، مسخره میکنم، قضاوت میشم، اما هیچ وقت شکست نمیخورم. رسول نمیتونه بگه که من چون تولید کننده شیرم باید به نام رسول نامگذاری بشه. در اصل اون شیر مال اون گاوه است، فقط رسول داره تولیدش میکنه. فقط چند مسئله هست که از نظر بقیه آره ما شبیه به هم هست، اینطوری بقیه فکر میکنن. یکی این که این گوشیه تو دستم شبیه به میکروفون رسوله، هرچی ویو میخوره خوب نیست. اون الان صدای میکروفون دوربینه، اینم الان صدای میکروفون گوشیه. پس من ترجیح میدم با همین کلیپامو بگیرم ضبط کنم. دوم لباسام. خب من تو خونه خودمونم خیلی راحتم با همین لباس، همینجا میخوابم، آب میخورم، میرم دستشویی. خب نمیتونم که با اینو باشم، من همینطوری راحتم. مهم اینه که من چجوری ترجیح میدم جلوی دوربین بیام. پس من قهرمان داستانی که میسازم هستم. We can make it if we try.